وزارت کارهای خارجه تاجیکستان روز 18 سپتامبر در نخستین خبرنامه خود بابت مناقشه در مرز با قرقیزستان جریان ساعت به ساعت واقعه‌های 3 روز گذشته را تصویر و کشور همسایه را به تجاوز مسلحانه و تیراندازی در تمام خط مرز عیبدار کرده گفته است که در جریان درگیری ها تاکنون کمش 30 غیر نظامی کشته شدند. وزارت هلاکت 5 عضو یک عائله از جمله اسماء 6 ساله و عمران 5 ساله و یک زن حامله‌دار را در چارکوی اسفره، ضربه به ماشین یاری تجلی، خانه‌های استقامتی و بناهای معمولی و زیربنایی را خلاف معیار و قانون‌های بین المللی عنوان کرده است. همگی پس از چند لحظه وزارت کارهای خارجه قرقیزستان حادثه های 14-17 سپتامبر را عمل تجاوزکارانه قبلا طرح ریزی شده تاجیکستان نامید. در بیانیه وزارت کارهای خارجه تاجیکستان که 18 سپتامبر نشر شد آمده است که نیروهای قرقیزستان روز 14 سپتامبر به یگان اساس به پاسگاه کیخ حمله کردند. وزارت کارهای خارجه قرقیزستان ادعا کرده است که نیروهای کشورش تنها در موقع دفاعی بودند. جانب تاجیکستان میگوید که با وجود سازش قرقیزستان روز 16 سپتامبر به محل‌های اهالی نشین خواجه اعلی، قم‌مزار، سرخ، سامانیان و کلکند شهر اسفره و خسته ورز اوچ قلعه باباجان غفاروف حمله کرده و از BMP و BTR استفاده نمود. مقامات جانب قرقیزستان را گناهکار کردند که نیروهایش همان روز به محله باغداری شهر اسفره در آمده خانه ها را آتش زدند، دزدی و غارتگری کردند و یک پیرزن را بیرحمانه کشتند. عین ادعا را جانب قرقیزستان هم دارد. مقامات قرقیز میگویند که با وجود سازش های چندین کرته آتش بس جانب تاجیکستان تیرپرانی اغوا انگیزانش را ادامه داده بعضی از منطقه های اهالی نشین از قبیل داستوک، اقصای اینترناسیونال، جشتیک، بارباردوق، ارکا و قلندو را ضبط کرد. تاجیکستان از آن نگرانی کرده است که قرقیزستان از درون ها استفاده میبرد و با ضرب این درون ها در مکتب و مسجد اوچ قلعه 18 کس کشته و بیش از 20 نفر زخمی شدند. درباره مناقشه اخیر مرزی خبر دیگر هم داریم. طبق اطلاع اخیر تعداد قربانیان درگیری روزهای 14-17 سپتامبر از 100 نفر هم گذشت. مقامات قرقیزستان روز 18 سپتامبر گفتند که تلفات آن کشور در درگیری مسلحانه در سرحد با تاجیکستان به 59 نفر رسیده است. به اطلاع منبع در این درگیری 144 کس آسیب دیده، اکثریت به بیمارستان‌های بیشکک و اوش فرستاده شدند. وزارت کارهای خارجه تاجیکستان روز 18 سپتامبر از کشته شدن دست کم 30 غیر نظامی خبر داد ولی آمار پره نظامیان هلاک شده را نگفت. حزب دموکراتی تاجیکستان از کشته شدن 60 نفر و زخمی شدن صدها کس خبر داد. منابع رادیو آزادی تا این دم درباره کشته شدن 39 نفر اطلاع دادند. از زمان صاحب استقلال شدن تاجیکستان و قرقیزستان این یکی از مناقشه های پرقربانی ترین در مرز دو کشور به حساب می رود. سال گذشته هم مرز دو کشور شاهد یک مناقشه کلان بود اما تلفات اینقدر زیاد نبود. طبق خبرهای اخیر وضعیت در مرز دو کشور فعلا آرام است اما ساکنان دو طرف مرز از دوباره سر زدن مناقشه نگرانند. جماعت اوچ قلعه ناحیه باباجان غفاروف هم مرز با ناحیه لیلک قرقیزستان یکی از صحنه‌های درگیری روز 16 سپتامبر بوده است. به گفته ساکنان جماعت مناقشه اساساً در محله مرزی بهار گذشت و در نتیجه زیاد از 10 نفر کشته و زخمی شده، دست کم 5 حوله آسیب دید و یک مغازه پر سوخت.